رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که بر اساس عکس‌های فرستاده کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به رانندگان چندین ماشین‌های گرانبها با رقم‌های کوتاه پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. ماشین‌های این رانندگان پروتکل شده تمغه‌های مرسدس، رنج روور، لکسوس، تایوتا کمری و تایوتا پرادو و تنها یکی از تمغه نرخش میانه خوندای بود، ولی رقم‌های قید دولتی این 11 ماشینی که در ریاست وزارت کارهای داخله با عکس رانندگانش نشر کرده است در حقیقت به تعبیر مردمی کروتوی می باشند. ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه اخیراً در پی تحقیق یک ویدیو از بازداشت راننده یک ماشین دیگر گرانبها با رقم‌های کروتوی خبر داده بود. در نتیجه بررسی و سنجش نوار مذکور معین کرده شد که راننده واسطه نقلیات تمغه BMW X5 رقم‌های دولتیش 0002 شهروند میرزایف جهانگیر رجبویچ، سنه تولدش 31 مارس سال 1992، استقامت کننده شهر دوشنبه که به خرید و فروش автомاشین مشغول است، رجبوف را از جانب کارمندان میلیس دستگیر و ماشینش به جریمه‌گاه موقتی ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه دسترس کردند. او را در نهایت برای دغلانه و ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه پروتکل کردند و جریمه بستند. یک قطار شهروندان و استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی با مشاهده قاعده ویرانکنی رانندگان خود را بی‌طرف نگرفته، جهت بررسی و چاره‌جویی حالت‌های مذکور را عکسبرداری نموده توسط سراغ‌های الکترونی به مقامات میلیسیای پایتخت ارسال نمودند. وابسته به حالت‌های مذکور از جانب کارمندان میلیسیای شهر دوشنبه یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده، صاحبان واسطه‌های نقلیات مذکور معین و نسبتشان طبق طلبات ماده‌های دخلدار کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است.